مراجعت و پیام من برای روزخوران است، آنهایی که در ماه شریف رمضان احترام روزه و روزداران را شکسته در کوچه و بازارها آشکارا و در پیش چشم مردم میخورند و مینوشند و بی پروا این گناه بزرگ را انجام میدهند. برادر و خواهر عزیز، بشنو از من پیام خدا و آفریدگارت را که درباره روزه ماه رمضان به تو چی میفرماید. الله متعال در کلام پاکش برای ما و شما میفرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض شده است همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض شده بود تا پرهیزگار شوید. سوره بقره آیت 183. روزه ماه شریف رمضان سومین رکن اسلام و فرض عین است بر هر یک فرد مسلمانی عاقل و بالغ. پس اگر شخص روزه ندارد، از دو حالت خالی نیست. یکی از جهت جهد و انکار روزه ندارد، یعنی فرض بودن روزه را قبول نداشته باشد و گرفتن روزه را ضروری نداند، و دیگر از جهت تنبلی و سستی روزه ندارد. در صورت اول، یعنی اگر از جهت جهد و انکار روزه ندارد و فرض بودن روزه را قبول نداشته باشد، چون این شخص به اتفاق تمام فقها و مجتهدین اهل سنت کافر و از دایره اسلام خارج است، اگرچه نماز بخواند و دیگر اعمال اسلامی را انجام دهد. در صورت دوم، یعنی اگر از جهت تنبلی و سستی روزه ندارد، در حالی که فرض بودن روزه را قبول دارد و آن را ضروری می داند، چون این شخص در یک خطر بزرگ قرار دارد، ولی از دایره اسلام خارج نمی شود و او را حکم به کفر کرده نمی شود، بلکه او فاسق و مرتکب گناه کبیره است. بر او لازم است که از این گناه بزرگ که ترک روزه ماه شریف رمضان و شکستن سومین رکن اسلام است، توبه نصوح کرده به سوی خداوند بازگردد. این گونه مردم چنانند که اگر به یکی از آنها گفته شود که چرا روزه نمی داری، می گویند که تو به من چه کار داری؟ خودت را دان، گوری من جدا و گوری تو جدا. یا بهانه جویی کرده می گویند که من بیمار هستم، یا همین طور می گویند که روزه گرفته نمی توانم. همه اینها دلالت بر آن می کند که این گونه مردم از تعلیمات اسلامی خیلی دور مانده اند، که گناه بودن روزخوری را احساس نمی کنند، چون که عظمت و بزرگی گناه روزخوری در دلهایشان جای نگرفته است. اگر این برادران و خواهران ما از آن وعیدهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای روزخوران بیان کرده اند خبردار می بودند و چگونگی عذاب دردناک روزخوران را درک می کردند، هرگز روزه را ترک نمی کردند و این گونه بی‌پروایانه گناه بزرگ را در پیش چشم مردم انجام نمی دادند. برادر و خواهر عزیز، بشنو از من حدیثی را که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آن عذاب دردناک روزخوران را ذکر کرده وعید سخت بیان فرموده اند. از ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت است که فرمودند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمود وقتی من خواب بودم، دو مرد به نزدم آمده از دو بازویم گرفتند و مرا به نزد کوه خوفناک بردند که برآمدن آن خیلی دشوار بود. و من گفتم که برآمدن نمیتوانم. گفتند که ما برآمدن را برایت آسان میکنیم. پس وقتی که به بالای کوه برآمدیم، آنجا آوازهای شنیدم. گفتم این چه آوازهایی است؟ گفتند این ناله و فیغان دوزخیان است. بعد از آن گذشته رفتیم. آنگاه مردمی را دیدیم که از
رگ غفصی بالای پاشنه پایه‌هایشان آویزان و هر دو طرف دهانهایشان دریده و خون می چکید. پس گفتم که اینها کیستند؟ گفتند اینها مردمی هستند که پیش از فرارسیدن وقت افطار می کردند. به روایت ابن حبان و ابن خزیمه. برادران و خواهران عزیز، این است عذاب شخصانی که روزه داشتند ولی پیش از فرارسیدن وقت افطار قصداً افطار کرده روزه شان را فاسد کرده اند. پس چگونه است حال کسانی که اصلا روزه نمی دارند و این گناه بزرگ را در پیش چشم مردم انجام می دهند؟ پناه به خداوند از این گونه عذاب و عقوبت دردناک. برادر و خواهر عزیز، وقتی در روزهای رمضان روزه ماه شریف رمضان را در پیش چشم مردم بی پروایانه میخوری و پروای آخرت نداری، بترس از غضب و عذاب پروردگارت پیش از آن که غضب و عذاب پروردگار دامنگیرت شود و پیش از آن که مرگ به سراغت بیاید و تمام خوشی های زندگیت را برهم زند. به سوی خداوند بازگرد و توبه کن، چون که در این دنیا عمل هست ولی جزا و حساب نیست، اما در آخرت جزا و حساب است ولی عمل نیست. بدان و آگاه باش که شخصی اگر توبه کرده به سوی خداوند بازگردد، خداوند مهربان توبه اش را میپذیرد و شخصی که یک وجب به سوی خداوند قریب می شود، خداوند مهربان به سوی او یک ذراع نزدیک می شود و خداوند بی نهایت مهربان است و دروازه توبه اش همیشه باز است. اگر واقعا می دانستید که روزه ماه شریف رمضان آسانی، انس و راحت، فیض و برکات و قریبی جستن به خداوند است، هرگز روزه را ترک نمی کردید. برادر و خواهر عزیز، در این سخن پروردگارت کمی اندیشه کن که بعد از بیان فرضیت روزه چی می فرماید؟ استعیذ بالله یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. یعنی خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد. و بعد از این در آخر آیت می فرماید استعیذ بالله ولعلکم تشکرون، یعنی و باشد که شکرگزاری کنید. پس این روزه ماه شریف رمضان واقعا یک نعمتی هست که مستحق شکر است و از همین جهت بود که بعضی اهل سلف صالحین آرزو می کردند که تمام سال روزه باشد. خداوند همه ما را توفیق داشتن روزه را نصیب و روزی بگرداند و همه ما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. و السلام علی من اتبع الهدى. از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم، ماه عفو بخشش رحمان کجا هستی؟ بیا ما همه مشتاق هر لحظه ز شبهای توییم. ای فضیلت های بی پایان کجا هستی؟ در فراقت همچو مرغی ناله ها سر دادیم، ما چو شمعی